رفقا، حالتون چطوره؟ من مرد خوش دستم و اینجا قراره کلی آموزش رایگان از چوب براتون بذارم. پس اگه تو هم عاشق کارهای چوبی حتما منو فالو داشته باش، سابسکرایب یادت نره. بریم برای ساخت این استند گل جذاب که با درخت کاج ساخته میشه. همونطور که میبینید درخت کاجو اول پوستش رو میتراشیم که قرمزی زیر اون پوسته ها بزنه بیرون. آره دیگه همینجوری که میبینید. بعد ادامه بدیم. بعد میریم روی کنده هایی که باید بچسبه روی اون 3 تا شاخه. اونا رو هم میتراشیم و یه ذره از خوشگلیشون میکنیم و یه ذره از این بیروحی درشون میاریم، خوشگل ترشون میکنیم و میریم برای نصبش. من یه ذره از صدا جلو هم چرا بریم. آها اومدیم برای نصبش. حالا روی کنده ها رو یه سوراخ با مته ایجاد میکنیم، بعد پیچ رو توش میندازیم همچون که میبینید دیگه. من نه توضیح بلدم نه چیزی. البته اینا بگم من مرد خوش دست نیستم، من دختر مرد خوش دستم، ولی چون خودشون دوست دارن صداشون باشه دیگه من دارم صحبت میکنم. حالا بریم برای ادامه. بله یه پایه میذاریم برای پایینش که این تنه نیفته، 3 تا هم برای بالاش که گلدونا روش جا بشن. پایه پایینی باید بزرگتر باشه، صفحه باید بزرگتر باشه که تعادل حفظ بشه و دیگه تمام. تادا، اینی که میبینید کار دست ماه. اگه تو هم عاشق ساخت اینجور وسایل چوبی هستی و دوست داری توی این حرفه فعالیت کنی و پیشرفت کنی، حتما منو داشته باش و سابسکرایبم کن. سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بای بای.